سلام علیکم همدیاران عزیز. از آین گروه و باغ امروز 18 سپتامبر سال 2023 می باشد و من قرار دارم در ناحیه 8 ولایت سوغد. از راه گذشته من یک منظره رو دیده ایستادم و شما حتما گفتم باید نشان دهم. این نسترن رو که میبینید، یعنی خلول رو که میبینید، پارالکس که می باشد. این من پیش از این نوار دیگر نوار نشان دادم. مقصد من چی است؟ من ببینید چقدر بسیار بستگی و عجایب ترش دیگر که این خلول رو، یعنی نسترن رو مابین باغ زردالو شنونده است. مابین باغ زردالو ببینید، من اینجا زردالو مابینش شنونده است و من پرسان شدم از باغدار رفتن گفتم با کدام مقصد شنوندید این خلال میرسوند که با زردالو چینی؟ در جواب گفتن که زردالو رو استوسا نصف میکنیم، چون که زردالو بسیار سال اخران یک 6-7 سال نبسته بود. یک اگرم سال بست، چون بست که به پول دو دم گفت بسیار آدمو نگرفتن. اما فروختن زردالو قیمت شده است. زردالو در بازار نسلش بسیار شده است. این بسیار نصران، یعنی من همین خلول به نهایت طلباتش در بازار جهانی کلان. از این سوق میکنن، اساسا سوق میکنن، اینکه شربت میکنن و شربت این به نهایت طلبات کلان دارد. من از یک چنده با 3 تا 4 تا میکنم. من اینش 4 تا، اینش 4 تا، اینش 3 تا. اگر که شما ببینید چقدر میوه‌ای کلان است. اگر که شما در بخ همین پورو پرتوید، ماچوین یا سلیتر پرتوید، اگر میوه این دوچند کلان میشود، صفتش دوچند میشود، وزنش دوچند میشود. های خلقی عادیمو که پول ندارد بچوره دیخون همین لبی جوی برده میشنوند و میوهش رو به ملال میگیرد. چقدر که قید کرده ما در نوارای گذشته، از خنوکی نمیترسد، از گرمی نمیترسد، از کم غذایی نمیترسد، بچوره دودن میگیرد، سرش خم. و برای همین پیشنهاد میکردم که بسیارتر از همین نسترن باغ کنید. کدامتون مغامبر باشید، کدامتون من دیمانتون خدم نباشد، همین باغی مغامبرا، باغی بیمیانو میکنید، خودش دودن میگیرد. فقط چیندن در کار، با هم چیندن همدم اون کسی قرار میکنه 20-25 سوم بفروشید. انا بگذار 15 سوم فروشید کیلوشه. خشک کردنش بالا هم بیتون هم ریزت خشک میشد، بالا اسفالت ریخته مونت خشک میشد. خشک کردنش آسان. همدیران عزیز، ما از این نهال به شما دسترس میکنیم. ما جایش رو یافتیم. از من پرسان شوید، من رقم تلفنم رو میمونم. از همین نهالی کوچیک کارالفسکی با شما دسترس میکنیم. بهار خور دارد، کم دارد. من تنه بوته کلانش دارد، من تنه نودی غوسش دارد، نودی بوریکش ندارد. من نودی بوریک اون من خور ندارد. من دستم رو خریدم، دیدید من خور ندارد. انا این علاقه اینجا دارد. لیکن شما وقتی چیندن این خیلی میشید که نودی کلان رو خوردار نمیشوید. همدیران عزیز، در پناه خدا باشید. حتما از همین نهال بوته نسترن، یعنی خلول شیپونیک شنونید. معقول شده باشد لایک مونید، پدلیت کنید، پدپیسات کنید. در پناه خدا باشید.